بعد با تمام ساکنان بدخشان چنین گفتنیم که رفتاری که روزهای آخر محمد باقر کرده است از من نسبت آموزگار لطفالله نوروزов چون که خود یک ساکن بدخشان است و خود معلم است برزم معلم بودنش یک شخص انسان دوست است رفتاری که شما نسبت همون شخصیت کردید ما محکوم میکنیم همین رفتارهای شما رو و این رفتار مردانگی نیست این رفتار انسانی نیست این رفتار بدخشانی نیست چون که برای با آبرو به شخصیت یک رسیدن باید شخصیت خود شخصیت پدر مادر تا خشتبار خود احترام داشته باشید از این رفتارها معلوم می شود که نه به خشتبار نه به یگان پدر مادر خود احترام ندارید ما همه ساکنان جماعت همین رفتارهای شما رو محکوم میدونیم